مرا مسافر نسازی. عنوان داستان کوتاهی است از آقای دکتر اکرم عثمان. کوره راهی که از خانه ما به گور مادرم می رسد از لابلای درخت های تناور یک جنگل انبوه می گذرد. هرگاه که قناری ها، فاخته ها و گنجشک های جنگلی آرام می گیرند و هورای باد و همهمه برگ ها به گوش نمی رسد، سکوت سنگین و آرام بخش بالهایش را بر سایه های ابلق و خواب آور آن ره می گسترد و رهگذر را تخدیر می کند. من معمولا از همین را به زیارتگاه مادرم می روم و بر مزارش شمع روشن می کنم. او می گفت مکه نباشم تنها تو مرا یاد می کنی، از خاطر که اولادم هستی. در آخرین شب و روز زندگیش چیزهای گنگ و مبهم گفت که به خاطر کلالت زبان مغشوش و نامفهوم بود. گوشم را نزدیک دهانش بردم تا دریابم چی میگوید. به هزار زحمت حواسش را جمع کرد و بریده بریده زنهار داد هوشت باشد که مرا مسافر نسازی. و بعد از آن چشمایش را بست و گفتی برای همان یک جمله نفس را نگه داشته بود. مادرم دین بزرگی بر گردنم گذاشت و من هم به پاس رضای خاطرش لبیک گفتم. در آن لحظه ممکن نبود که دلش را بشکنم و چیز دیگری بگویم. در طول 10 سالی که در این شهر زندگی می کنیم هرگز نفهمید از وطن چقدر دور شده است. گاهی از من و عروس و نواسه هایش می پرسید از اینجا تا مزار شریف چند رباط است؟ خندیده جواب می دادم 1000 رباط راه. با حیرت می گفت اوی چقدر زیاد. هوش سر آدم کوچ می کنه. مزار شریف زادگاه و شهر کودکی هایش ورد زبانش بود و حق و ناحق آنجا و زیارتگاه هایش را یاد می کرد. یا شاه اولیا به دادم برس، شاه اولیا پشت و پناهشان باشه، علی شاه مردان مددگارتان باشه. امیدک یکی از نواسه هایش می پرسیدش بابا جان شاه مردان کی است؟ پاچا بود؟ جواب می داد نه گل مادر، بالاتر از پادشاه، شیر خدا بود. امیدک با تعجب می گفت چی؟ شیر؟ آیا شیر خدا بسیار کلان است؟ مادرم پاسخ می داد چی می دانم؟ مگم شیر خدا شیر است، جوره نداره. امید باز می پرسیدش شما را که دید غر نزد؟ مادرم به لبخند جوابش میداد نفس مادر، شیر خدا شیر راستی نبود، مثل شیر زورآور و دلاور بود، اما مثل تمام مردم آدم بود. امید میپرسیدش شیر خدا در کجاست؟ چی میکنه؟ مادر کلانش جواب میداد وفات کرده، به رضای خدا رفته، در مزار شریف است، ما از همونجا هستم. خورترک که بودم مرا مادرم به زیارتش می برد و ده حقم دعا می کرد. امیدک می پرسیدش چی دعا می کرد؟ چی می گفت؟ مادر کنانش جواب می داد دعای خیر. می گفت یا شاه مردان سکینه را مسافر نسازی، یا شاه مردان سکینه را مسافر رو در بدر نکنی. مادرم را دست تقدیر منزل و منزل بر کجاوه اشتر از مزار شریف کنده بود
و از راه کج دره بامیان کوتلهای شبرتو، قرغنتو و تکانه و پیچ تیربند ترکستان میدان شهر به کابل آورده بود. یگان وقت مادرم میپرسید بچیم اینجا کجاست که مرا آوردی؟ جواب میدادم آخر دنیاست. با استفهام میپرسید اونجا کجاست؟ جواب میدادم طبقه هفتم دوزخ، تحترین جهنم که یک تکه از کوههای یخ ساخته شده، نه پای چرنده و نه بال پرنده به اونجا میرسه. با ترس دلهاره میپرسید پس اینجا دوزخ است؟ جواب میدادم 1000 سال پیش اینجا دوزخ بود، اما خداوند از برکت دعای مادرها اینجا را سبز و خرم و گل و گلزار کرد. ولی چند رباط دورتر از این شهر هوا به اندازه یخ میشه که سنگ میترقه و هفته و 6 ماه تمام دل نمیکنه که طلوع کنه. لا بلا شب است و تاریکی و ظلمات. خرسهای کلان و پشمالودش از ترس تاریکی ماها در غارهایشان پت میشن و بسیار آهسته آهسته نفس میکشند. خداوند ظالمترین، بدخواهترین و خودخواهترین بنده هایش همونجا زنجیر و زولانه کده تا همیشه بلرزند و عذاب بکشند. با نگرانی بر زانویش میزد و میپرسید بچیم ملک خدا تنگ بود که ما را نزدیک دوزخ آوردی؟ جواب میدادم نه مادر جان، ملک خدا تنگ نبود، مگم دل بنده های خدا تنگ بود. خبر نداری که هر قوم و قبیل دور مملکت خدا دیوار بالا کردن و تا قوله مسافر به آسمان نرسه دروازه خدا بر رویش وا نمی کنند؟ مادر جان، افغانا هم کفران نعمت کردند و به غضب پروردگار گرفتار شدند. حال کارشان به جای رسیده که از هندو و مسلمان وطن گدایی می کنند. نیکبخت زیر یک سقف و یا خیمه می رسد و بدبخت درا و نیمرا از پای می مانه و جان به حق می سپاره. مادرم هاج و واج و حسد زده می پرسید اکرم اگر از اینجا ما را بیرون کنن حتما به دوزخ می رسیم. جواب می دادم مادر جان سودا نکنید، خدا مهربان است، اگر دعای شما باشه خدا به داد ما می رسد. پیغمبر گفته که بهشت زیر پای مادران است. ترسش برطرف می شد اما چادرش را پس می زد و از سوز دل نفرین می کرد. ترکی و امین و گلبودین خانه تان خراب شود که خانه مردم خراب کردین. در زمین در تحترین طبقه دوزخ جایتان باشه. می پرسیدم مادر جان دلتان هنوز یخ نکده؟ جواب می داد دگاه چطور میشن؟ غم دگاه را کی می خوره؟ از وعده من به مادرم 4 سال و 10 ماه و چند روز می گذرد و کماکان ناقوس زنهارش در گوشم صدا می کند مرا مسافر نسازی، مرا مسافر نسازی، مرا مسافر نسازی. بین خاک وطن و ایقاف دنیا هزارها شهر خرد و کلان، کوه و کوبچه و دریای شور و شیرین دهن باز کرده. به اصطلاح عصای ما سوزن و کفشهای ما پوست سیر گشت تا به اینجا رسیدیم. حالا مگر ممکن است که جنازه را بار کنم و کابل برسانیم؟ در راهی که به گورستان مسلمان ها منتهی می شد یک گور از یاد رفته نیز کناره راه وجود دارد که نه کسی صاحبش را می شناسد و نه خود می گوید که کی است. تا حال چندین بار کوشیدم که لوح مزار او را بخوانم، توفیق نیافتم. روز پیرمرد سویدی که از دور تقلابم بود نزدیک شد و پرسید میخواهی او را بشناسی؟ جواب دادم بله. توضیح کرد این گور یک مسلمان هندی است که
پدر بزرگ خانواده اش بود. آن وقت ما برای مسلمان ها قبرستان اختصاصی نداشتیم. لاجرم او را هم همینجا به خاک سپردند. پرسیدم مقیم اینجا بود؟ جواب داد آن وقت وضع ناروشنی داشت و هنوز اجازه اقامت نگرفته بود و از فرط انتظار دقمرگ شد. خانواده آن بدبخت آواره های هجران کشیده بودند. از هند به نایجریا، از نایجریا به اوگاندا کوچیدند و اوگاندا ایدی امین دیکتاتور آن مملکت اخراجشان کرد تا به اینجا رسیدند. به صیغه کنایه و مزاح پرسیدمش از اینجا به بالا کشور دیگری هست؟ خندید و جواب داد آره، قطب شمال. خیلی آسان میتوان به آنجا رفت، بی پاسپورت و بی دغدغه خطر. فهمیده بود که من هم مهاجر هستم و برای خود گور جستجو میکنم. تشکر میکنم و راهم را پیش میگیرم. در مدخل گورستان پایین پای مادرم چشمم به مقبره یک زن شوهر مرده بوسنیایی می افتد که بر سنگ مزارش نوشته شده بود او از سریبرینیتسا بود. شوهرش را در قتل عام مسلمان ها توسط سرب ها از دست داده و ناگزیر به فرار شد. نیم متر دورتر از او محمد ابراهیم سوریایی را به خاک سپرده بودند که در بلندی های جولان میزیست و بعد از تخریب خانه‌اش توسط تیارات اسرائیل ناگزیر به ترک دیار و یار شد تا اینکه همینجا رسید. در دست چپ ابراهیم حنیفه یک بیوه ترک خوابیده که در آسمان ستاره و در زمین بوریا نداشت و یک عمر هر دم شهیدی و سرگردانی کشید تا اینکه همینجا صاحب 2 متر نیم زمین شد. پیش از گل و سبزه خودش را کاشت تا از نو بروید و سبز شود. چند ردیف دورتر از مادرم 2 جوان ایرانی را دست تطاولگر روزگار زیر زمین برده که قاتل و مقتول یکدیگرند. برادرخوانده یکدیگر بودند و خانواده هایشان با هم رفت آمد داشتند. مقتول در یکی از جاده های این شهر دکان خرده فروشی داشت و قاتل تا چند روز پیش اوقات بیکاری را پشت دخل او می نشست و برادروار کمکش می کرد. روزی صاحب دکان با همان مقتول با شوخی احمقانه و غلیظ او را به شدت از خود رنجانید. قاتل که آدم سخت عصبانی مزاج بود برافروخته از دکان برآمد. ساعت بعد با یک تفنگچه برگشت و با چند شلیک پیاپی هم دوست دیرین و هم خودش را به خاک خون غلطانید. معتبرترین قبرها از آن یک جوان بلند بالا و خوش قیافه البانیایی است که به سفارش همسرش تصویر تمام قد او بر لوح بسیار بزرگ چاپ و دریغ تلخ بیننده را باعث می شود. از چند ماه به این طرف در رقابت با آن مقبره نسبتاً باشکوه یک خانم ایرانی مزار شوهرش را با کناره فلیزی طلایی رنگ، طبقهای از گلهای زینتی، 3-4 تن سرو نورسته و لوح مزین با منظومه مهدی سهیلی آراسته است که رشک او اشک خواننده را برمی انگیزد. من اکثرا بعد از اتعاف دعا بر روان مادرم سراغ آن گلها می گیرم و چنین می خوانم: ای رفته است برم به دیاران دوردست، با هر نگین اشک به چشم تر منی. هر جا که عشق است و صفا است و بوسه است، تو در خاطر منی. 2 صف بالاتر از آرامگاه مادرم ابوبکر، یک پناهجوی سیاه‌پوست نایجریایی، سر آغشته به خونش را بر سنگ لحد ساییده است. او مزد چند سال کارش
در نایجیریا را چون تخم مرغ به دیوار کوبیده تا در سویدن به کار بهتری برسد، اما جواب رد گرفته لاجرم خود را از صخره به پایین پرت کرده است. از این دست بیشتر گورهای آن گورستان از آن آواره های است که چنان سرنوشت های داشتند. از بام تا شام چندین بار قطارهای مسافری بوغزنان از حاشیه شرقی آنجا می گذرند و حسرت بازگشت مسافرها به خانه هایشان را دامن می زنند. من هم گاه و بیگاه صدای مادرم را می شنوم که مرا مسافر نسازی، مرا مسافر نسازی، مرا مسافر نسازی.